درود عزیزان، یه دستگاه امروز آوردن، دستگاه دبل ویدیو تارگاه. این دستگاه البته ساخت LG هن، ولی خب شرکت های دیگه اینو حالا مارک زدن، ولی اینا عملا یه دستگاه پایه LGه و تو ایران هم بودن یه زمانی تبلیغ میکردن دبل ویدیوی LG و اینجوری، حالا یه زمانی برو بیایی داشت. من اینو تست کردم. قسمت سیدیش که تو فیلم قبلی که دیدید برای تست همین لامپ تست بود، کار کرد. ولی اومدم قسمت VHS رو که تست کردم دیدم که مشکل داره. البته خب من به اصطلاح اینو حالا به نظر دستگاه تمیزی می اومد، ولی خب دیگه این مشکل رو داره. حالا برای باز کردنش چی کار کنیم؟ پنل جلو من البته کابینت رو باز کردم، من دوست دارم دیگه این فیلم خیلی طولانی نشه. کابینت باز شد، 2 تا پیچ کناره، 3 تا پیچم، یه دونه پیچم عقبه، حالا یه 2 تا 3 تا. در هر حال کابینت باز کردنش کاری نداره. شما پنل جلو رو آزاد میکنید، ببینید اینجا اینجا دقیقا عین همینم زیرش و بغلا زیادم هست. ببینید اگه من الان بشمارم، نگاه کنید، حالا یه 7 تایی هست، حالا تا جایی که خیلی با دقت باز کنید. این میاد کنار، بعد شما میرسید به قسمت مکانیزم. حالا CD رو نمیخواد باز کنید، CD رو بعداً سرویس میکنیم، که اول بذارید اون قسمتی که مشکل داره. 2 تا پیچ اینجاست، 2 تا پیچ اینجاست. مواظب باشید در بازمونی زایده نشکنه، مثل اون یکیه نشه. بعد 2 تا هم پیچ اینجاست که پیچاشون بلنده، اشتباه نبندید بعداً. این 2 تا بلندا مال آخراشه. و این چجوری میاد بیرون؟ حالا من اینو بهتره یه دستی نیارم بیرون چون خراب میشه. یه دقیقه شما اینو کافیه 2 تا رو بلند کنید. من حالا اینو یه پاز میکنم، اینو میارم بیرون. خب ببینید فقط کافیه بلند کنید. چرا؟ چون تو این مدل LG سنگ تموم گذاشته و چیکار کرده؟ این قسمت ها رو همه رو سوکتی کرده. و این سوکت ها کجاشه؟ اگه نگاه کنیم، این سوکت ها اینجاست. یه سوکت اینجاست، یه سوکت اینجاست، یه سوکت هم اینجاست. و یه چیزی میخواستم بهتون نشون بدم، هیچ کس بهتون یاد نمیده به این. حالا تعمیرکار چرا؟ خب تعمیرکار حرفه‌ای که اینا رو یاد گرفته، آموزش دیده. یکی از قلبای دستگاه یعنی تایمرش، یعنی به اصطلاح ساعت دستگاه که باعث میشه که بفهمه تو چه لولی از مرحله هست، همینه. بهش میگن روتاری انکودر. این روتاری انکودر اگه چرب نباشه من بهتره بازش نکنم چون احتمال خرابی است، ولی اگه چرب باشه من اینو دوست دارم یه سرویسی بکنم. حالا من فکر میکنم این روتاریش خراب نیست، فقط الان مشکلی که من دیدم اینجا که خب رو برد خب خرابی نیست به اون صورت باشم که خب قطعه شما نداریم. دستگاه ها سال هاست که دیگه اینا رو نمیزنم دیگه. من اینجا که دارم میبینم اینجا بی خودی چربه، بعضی قسمت ها نباید چرب باشه که چربه. تسمه از بین رفته، تسمه اصلا قابل استفاده نیست. حالا حداقل من اینو بشورم یه بار حالا تست کنم. و یه مقدارم روغنکاری میخواد، ولی خب زیادی هم روغنکاری کردم و تسمه هم عوض بکنیم و توی فیلم دیگه نتیجه کار رو داریم به اصطلاح میریم شو. فقط مواظب باشید. ببینید این قطعه خیلی بیرونه، قطعه ای که در رو وا میکنه. من یه فیلم فقط راجع بازسازی این قطعه توی یه دونه ویدیو پاناسونیک براتون گفتم. مواظب باشی اینو نشکنه موقعی که جابجا میکنید. و یه چیزی هم من بگم، موقعی که میخواید اینا رو جا بزنید، البته ما به جا زدن نرسیدیم، میخواید این قطعه درست کار کنه، با دست رو میگیرید اینجا جا میزنید که این قطعه بره داخل این قسمت. حالا این دفعه خوب شد این فیلم، این قسمت رو ببینید اینجا، این قطعه میره داخلش و
میشه حرکت هایی هم زد. حالا ولتاژ به اصطلاح تغذیه هم میشه چک کرد که ببینیم خازن چقدر سالمه. یعنی حالا من این خب چیزیه که الان هم میتونیم انجام بدیم. بذاریم برای فیلم بعد که من باید پایه بیارم. خازن و اندازش رو بگیریم که ببینیم خازن منبع تغذیه سویچینگ، این LG ها از منبع تغذیه سویچینگ استفاده میکنن. ویدیوهای مثلا 10 سال پیش از منبع تغذیه خطی استفاده میکنن و باید یکی از تعمیرهای نه خیلی خوبم، تعمیرهای خوبم بشه اگه این حالا جواب بده. منم اینو به صورت به اصطلاح بلایند میگیرم، یعنی واقعا نمیدونم این اصلا تعمیر بشه یا نه.